دستگیری مادی و معنوی عائله‌های کمپیزاد کمک عملی رسانیدن به شهروندان احتیاجمند از فضیلتی والای خلق ما محسوب می‌یابد. عملی کردن این گونه عمل‌های خیر و ثواب در اسلوک ما خیلی دامن فراخ کرده و در درجه سیاست دولتی نیز قرار دارد. در این سمت در ناحیه سوخت نیز کارهای بزرگ به انجام می‌رسد. امروز با دو عائله که در محله‌های چماقچه و چشمه استقامت می‌کنند تحفه‌های مخصوصی پالات سودا و صنایع رسولی ازبکستان تقدیم گردید. در مراسم سپردن تحفه‌ها رهبران سکتورهای ناحیه و نمایندگان دیگر اداره‌ها اشتراک کرده قید نمودند که در اساس حسن توجه به هر یک شهروند تمایل والایت قدر انسان در حیات اثبات حقیقی خود را می‌یابد. باش کنم کسال شاید تنش رزق نوسوق بود انا همین نوبت بگیرد ده همین و هوای نوبت بگیرد همین چیزهای پدر کردن من نداره میکنم پرزیدنت ما رحمت پرزیدنت فرزند ما علاج پاکن ناقص کار میکنه و هوا رسولان یا دولت به خدمت میکنه کرد بروردن. ساکن محله چماقچه خورشید خان رلی و ابراز میکند که مدتی طولانی بیمار بود ولی همیشه مد نظر قرار گرفت و برای یخدان کندیسیونر و تلویزیونی که رهبریت پالات سودا و صنایع رسولی که به او داده است می‌ندار بودنش را با صمیمیت بیان کرد. ما در این نوبت دیگه هم کانتامیلگون خبر گرفتن که شما هزار رحمت ما این هم نداره. مهمانان به خانواده ساکن محله چشمه که در راه آبادی کشور حصه گذاری کردند کلید بیگ امبگ یلدشف آمدند و به فرزندان و نویرگان شادروان تحفه‌های گرانبها ماشین جامه‌شویی و تلفن ساخت نو را سپردند. باید در نظر گرفته در چه شلوغ مونده بلاغ باشه نه جای عوام کلید بیگ بلاغ با نگاه میکرد هوای نظر بگرفته این چیزی مو داده بره رحمت پرزیدنت مونده. واقعا توجه و اعتبار به انسان در دل هر یک شخص دلگرمی به حیات را بیدار کرده انسان از هیچ کس کم نبودن خود را پیوسته حس میکند. ذاتاً سعادت عالی بودن نفع رساندن به آدمان امروز در همین گونه عملهای خیر اثبات خود را یافته ایستاده است. رحمت